سرخط خبرها. افتتاح پل هوایی جدید در کابل با حضور مقام‌های ارشد حکومتی. مولا عبدالغنی برادر در این مراسم اعلام کرد که شهر کابل باید به گونه مؤثر و بر اساس یک پلان منظم شهری توسعه یابد. تیرو حاکم نظامونو د یو استراتیژیک او معاصر شهری پلان له مخې مناسب کار نه دی کړی. مرگ مشکوک یک زن افغان و 3 کودکش در کراچی پاکستان. سرقنصل امارت اسلامی در کراچی میگوید شوهر این زن بازداشت شده و رویداد نیز به گونه جدی زیر پیگیری است. و شوهر فاطمه که نامش نجیب الله است تبعی پاکستان می باشد، همراه یک پسرش در تحویل پلیس قرار دارد. کمک 2 میلیارد دلاری امریکا به کشورهای نیازمند. رویترز گزارش داده که امریکا این کمک بشردوستانه را برای بیش از 12 کشور نیازمند در نظر گرفته، اما غزه، یمن و افغانستان هیچ سهمی ندارند. و تایید رسمی خبر مرگ سخنگوی شاخه نظامی جنبش حماس. به گفته این جنبش، ابو عبیده در جریان جنگ به شهادت رسیده است. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 9 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 30 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء امروز کار ساخت پل هوایی مقابل مقام ولایت کابل را به منظور تسهیل رفت و آمد وسایط نقلیه افتتاح کرد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم حجم فعالیت‌های اقتصادی، توسعه شهری، زیربناهای ترانسپورتی و نظم شهری را از نیازهای اساسی دانست و تاکید کرد که شهر کابل باید به گونه مؤثر و بر اساس یک پلان منظم شهری توسعه یابد. آغاز کار ساخت پل هوایی در مقابل مقام ولایت کابل. در مراسم افتتاح این پروژه، مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء با اشاره به افزایش جمعیت، رشد فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت کنونی شهر کابل، توسعه شهری، زیرساخت‌های ترانسپورتی و نظم شهری را از نیازهای اساسی خواند و تأکید کرد که کابل باید بر اساس یک نقشه منظم و مدرن شهری گسترش یابد. آقای برادر همچنین از انجینران پروژه خواست تا با رعایت تمامی معیارها کار ساخت این پل را به گونه درست و کامل انجام دهند. نفوسو ګڼه او د اقتصادي فعالیتونو حجم ته په پام شهري پراختیا، ترانسپورتي زیربنا او شهري نظم د ننني عصر یوه ډېره مهمه او اساسي اړتیا ګڼل کېږي. کابل ښار له یوې خوا پرنفوسه ښار دی او له بلې خوا د هېواد د پایتخت په توګه د دې ښار پراختیا او نظم ته تیرو حاکمو نظامونو د یو استراتیژیک او معاصر شهري پلان له مخې مناسب کار نه دی کړی. در جریان این برنامه عامر زمرک یاسر معین ساختمانی و ترانسپورتی شهرداری کابل افزوده است که طی 4 سال حاکمیت امارت اسلامی شهرداری کابل جهت کاهش ازدحام ترافیکی 350 کیلومتر سرک را به بهره برداری سپرده است. او همچنان افزوده است که در سال 1404 این اداره 258 پروژه انکشافی را در نظر گرفته بود که کار بالای اکثریت آن ادامه دارد. کوم انکشافي پلان چې کابل ښاروالۍ په پلان کې درلودلو، په دې کې 258 انکشافي پروژې موږ په پلان کې درلودلې چې د هغې جملې څخه اکثریت پروژې فعلا د تطبیق لاندې دي. آقای یاسر همچنان با اشاره به جریان کار ساخت پل هوایی چهارراهی برکی می افزاید کار زیرگذر این پل 45% تکمیل گردیده است و اطمینان داده است که تا آغاز سال پیش رو پایان خواهد یافت. د برکی چارې کې تاسو وینئ چې اوس عملاً کارونه ډېر په چټکۍ سره روان دي او تقریبا د زیرګذر چې کوم پل دی 45% کارونه تکمیل شوي دي. ان شاء الله تر حمله پورې به دغه د زیرګذر بخش کارونه تکمیل کړو او د هغې نه وروسته بیا د
هوایی پلول ده، یعنی چاره برکه که هم زیرگذر و هم پل هوایی ده. گفتنی است که این پل هوایی 235 متر طول، 18 متر عرض و 6.8 متر ارتفاع دارد که با هزینه 462 میلیون افغانی ساخته می شود و در مدت 15 ماه تکمیل خواهد شد. عبدالجبار تخاری سرقنصل امارت اسلامی در کراچی پاکستان اعلام کرد که اجساد یک زن افغان و 3 کودکش به تاریخ 28 دسامبر در حالت القاویس در خانهشان در منطقه سهرابکوت پیدا شدند. به گفته آقای تخاری تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده و شوهر این زن که شهروند پاکستان است نیز بازداشت شده است. این مقام افغان در پاکستان همچنان تاکید کرد که کنسولگری امارت اسلامی در کراچی این قضیه را به گونه جدی پیگیری می‌کند. امروز سه‌شنبه 3 دسامبر 2025 میلادی 28 دسامبر یک واقعه دلخراش در ایالت سند در شهر کراچی واقع سهرابکوت رخ داده است. بعد از معلومات یک خانم به نام فاطمه که تبعی افغان است همراه 3 طفلش به نام سونم و آرزو و ارمان در یک خانه به دار آویخته دریافت شده. بنابر معلومات پلیس منطقه جسدها را در شفاخانه عباسی نقل داده شده تا که معلومات دقیق حاصل شود و شوهر فاطمه که نامش نجیب الله است تبعی پاکستان می باشد همراه یک پسرش در تحویل پلیس قرار دارد. از آنها نیز تحقیقات جریان دارد تا که حقیقت واقعه واضح گردد. و قرار معلومات نجیب الله یک خانم دیگر هم داشته که سونم از خانم دیگرش بوده و پسری که همراه نجیب الله در تحویل پلیس قرار دارد نیز از خانم دیگرش است و تا هنوز هیچ کس از سوی مقتولین به کنسولگری مراجعه ننموده، لیکن کنسولگری امارت اسلامی افغانستان این واقعه را به جدیت تعقیب می نماید. اگر کسی در این واقعه اگر ملوث باشد باید به قرار واقعی سزا داده شود. یک روز پس از ایجاد خوشبینی ها از بهبودی روابط میان کابل و واشنگتن، افغانستان در سازوکار کمک تازه 2 میلیارد دلاری ایالات متحده هیچ سهمی ندارد. رویترز گزارش داده که امریکا اعلام کرده که این کمک بشردوستانه را برای 10 میلیون نفر در کشورهایی که با گرسنگی، بیماری و بحران انسانی مواجه‌اند اختصاص می‌دهد. گزارش از اناهیتا اندر. با آنکه ادعا می شود روابط میان افغانستان و ایالات متحده در حال بهبود است و مقامات هر دو کشور نیز از وارد شدن تعاملات به مرحله جدید سخن میزنند، اما در کمک تازه 2 میلیارد دلاری امریکا برای رسیدگی به نیازمندان در بیش از 12 کشور هیچ سهمی برای افغانستان در نظر گرفته نشده است. در گزارش رویترز آمده است که ایالات متحده اعلام کرده که این کمک‌های بشردوستانه را برای 10 میلیون نفر در کشورهایی که با گرسنگی، بیماری و بحران انسانی مواجه‌اند اختصاص دهد. ولی نړیوال افغانستان په رسمیت نه پیژني. دا چې ښاغلی خلیلزاد راغلی د افغانستان ته د دوی هغه خبرې چې په خبري رسنیو کې نشر کیږي هغه بلې خبرې دي، اما هغه پیامونه چې دی راوړي هغه په خبري رسنیو کې نه نشر کیږي. نو د دې لپاره د دغو استازو تګ و راتګ او د خپله د خلیلزاد راتګ مخالفینو ته یو خطر مخامخ کړی دی. هغه فکر کوي چې امریکا اوس افغانستان پر رسمیت پیژني. با این حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی در پاسخ به پرسشی که اگر واقعا روابط میان افغانستان و ایالات متحده به گفته مقام‌های دو طرف در حال بهبود است، پس چرا در کمک 2 میلیون دلاری بشردوستانه آمریکا هیچ سهمی برای افغانستان در نظر گرفته نشده است و آمریکا با اتخاذ این گونه سیاست در پی چیست؟ به تدریج آهسته وقتی که خلیلزاد نمایندهش با افغانستان داخل گفتگو میشه یا مثلا در دوحه با نماینده های امریکایی در دوحه امارت اسلامی دید و بازدیدهای سیاسی می داشته باشند، این همه چیزایی است که توقع بزرگی را از امریکا در مدت زمان کوتاه نباید داشت. اگر امریکا به عوض سیاست‌های تقابل سیاست‌های تعامل پیش بگیره، بدون شک میتونه روابط خیلی عادی شه و در کنار از او افغانستان کمک‌های بشردوستانه و همچنان کمک‌های اقتصادی بکنه تا مشکلات فقر و بیکاری در افغانستان تو حد کاهش پیدا بکنه و یا حداقل تاثیرات اقتصادی را برداره و افغانستان توانایی را داره که بتونه مشکلات اقتصادی خود در دراز مدت حل بکنه.
این در حال است که روز گذشته ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه امارات اسلامی دوره 20 ساله حضور امریکا در افغانستان را مرحله استثنایی در رابطه دو کشور خوانده و گفته بود که اکنون در تعاملات میان کابل و واشنگتن مانع جدی برای بازسازی و گسترش روابط دیده نمی شود. و در خارج از کشور جنبش حماس در بیانیه‌ای تایید کرد که ابوعبیده سخنگوی شاخه نظامی این جنبش در جریان جنگ به شهادت رسیده است. این در حالی است که پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که ابوعبیده در اواخر ماه اگست جان باخته است. گزارش از نستر نمیری. غزه در بیش از 2 سال تهاجم اسرائیل شاهد از دست رفتن هزاران جان و خاموشی هزاران صدا بود. در میان این صداها اما یک صدا همواره بلند ماند: گلوی مقاومت. صدایی که از حنجره ابوعبیده شنیده میشد. اکنون جنبش حماس در بیانیه تایید کرده است که سخنگوی شاخه نظامی این جنبش معروف به ابوعبیده در جریان این جنگ به شهادت رسیده است. حماس همچنین اعلام کرده که نام اصلی وی حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت بوده است. پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که ابوعبیده در اواخر ماه اگست جان باخته است. امروز او را به ملت و مردم خود با نام و عنوان واقعیش اعلام می‌کنیم. رهبر بزرگ حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت ابو ابراهیم، سخنگوی سابق شاخه نظامی حماس، ابوعبیده، او پس از 2 دهه تحریک دشمنان و شاد کردن دل مؤمنان در بهترین حالات با خدا ملاقات کرد. چه نشانه بهتر از اخلاص با خداست که خداوند نام او را در جهانها بلند کرد و او را در زمین پذیرفت. او پس از رهبری سیستم رسانی القسام با شایستگی فراوان درگذشت. در بیانیه حماس همچنین به جان باختن شمار از فرماندهان ارشد شاخه نظامی این جنبش از جمله محمد سنوار رهبر پیشین حماس در نوار غزه، محمد شبانه فرمانده تیپ رفعه و نیز حکم الیسا و رائد صد از دیگر فرماندهان برجسته نظامی این جنبش اشاره شده است. این اقدامات از دیدگاه مختلف ناظران بخش صلح نشان دهنده عدم تعهد واقعی اسرائیل به صلح پایدار است. تلاش برای حفظ کنترل نظامی هدف داره و بر بخش‌های از غزه می‌خواهد که گسترش پیدا بکنند. جلوگیری از اجرای مرحله دوم توافق هستند که عقب نشینی کامل و بازسازی را در نظر گرفته و اعمال فشار مداوم بر حماس و مردم غزه تلقی می‌شود. امارت اسلامی نیز در بیانیه شهادت ابوعبیده سخنگوی شاخه نظامی حماس و چند فرمانده دیگر این جنبش را تسلیت گفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در این بیانیه شهادت در راه خداوند را بزرگترین آرمان مسلمانان دانست. د الله تعالی په لاره کې شهادت د مسلمانانو ورستی او لوی ارمان دی. موږ یاد شهیدان لکه د اسلام د لارې د نورو شهیدانو غوندې بریالي او خپل ستر هدف ته رسیدلي بولو. د شهادت له امله د حماس اسلامي غورځنګ کورنیو او ټولو متعلقینو ته تسلیت وایو. ټولو ته له الله تعالی څخه جمیل صبر او اجر غواړو او د نوموړو شهیدانو لپاره له الله تعالی څخه د جنت لوړ مقامات غواړو. سخنگوی جدید حماس در این بیانیه نیز تاکید کرده که حماس به آتشبس پایبند است اما حق پاسخ به هر گونه نقض آن را برای خود محفوظ می‌داند. گفتنی است که ابوعبیده از سال 2007 به عنوان سخنگوی شاخه نظامی جنبش حماس فعالیت داشت و به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های رسانه‌ای این جنبش تبدیل شده بود. بیانیه‌های وی درباره جنگ، آتشبس و تبادل اسرا بازتاب گسترده‌ای داشت. و حالا هم چند رویداد خارجی دیگر. خالده زیا نخست وزیر زن بنگلادش امروز سه‌شنبه در سن 80 سالگی درگذشت. او 2 دوره در سالهای 1991 تا 1996 و 2000 تا 2006 نخست وزیر بنگلادش بود و به عنوان اولین زن در کشورش به این مقام رسید. خانم زیا پس از ترور شوهرش ضیاءالرحمن رئیس جمهور وقت بنگلادش در سال 1981 وارد سیاست شد و رهبری حزب ملیگرای بنگلادش را بر عهده گرفت. رقابت سیاسی او با شیخ حسینه برای سالها ساختار قدرت در بنگلادش را شکل داد و به نبرد بیگم‌ها معروف شد. با وجود دوری از قدرت از سال 2006 و گذراندن دوره‌های از زندان و حبس خانگی، خالده زیا و حزب او همچنان از پایگاه اجتماعی قابل توجه برخوردار بودند.
مشتاق احمد سناتور پیشین پاکستانی از رویکرد رهبری کشورش در همکاری با واشنگتن انتقاد کرد. آقای احمد میگوید که امریکا و اسرائیل در تبانی با هم ابو عبیده قهرمان امت را به شهادت رسانیدند، اما نخست وزیر پاکستان ترامپ را پیامبر صلح می‌داند. مشتاق احمد در اظهاراتش پیرامون مرگ ابو عبیده سخنگوی شاخه نظامی حماس گفته است که امریکا اطلاعات کامل استخباراتی در مورد ابو عبیده را به اسرائیل داده بود. مشتاق احمد با ابراز تأسف نسبت به حاکمان پاکستان گفته که آنها در غلامیشان از همه مرزها عبور کردند. چین بزرگترین رزمایش نظامی تاریخ خود را با استفاده از تسلیحات واقعی در اطراف تایوان برگزار کرد. ارتش این کشور اعلام کرده که در دومین روز این رزمایش به مدت 10 ساعت تیراندازی با سلاح‌های واقعی در اطراف جزیره تایوان انجام شده است. هدف از این عملیات قطع سریع ارتباط تایوان با حامیان خارجیش در صورت بروز درگیری عنوان شده است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، بدرود.